همون چیزی که باشه که او میگه این مذاکره است. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنیسازی نداشته باشه. حالا این غنیسازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگر چنانش بهش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست. این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی‌ها این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.